از چند مورد دیگه از استفاده‌های تکنولوژی VR رو بهت نشون بدم. فرض کن شهرک سازی و توی دفتر فروشت به یک محتوای قوی از واحدهای نمونت نیاز داری. یا برج‌ساز هستی و میخوای برجت رو برای یک سرمایه گذار تو خارج از کشور پرزنت کنی. یا یک سازنده پرکار هستی که کلی نمونه پروژه داره و میخوای یک پورتفوی 360 درجه از همه پروژه‌ات داشته باشی. یا فروشنده هستی و میخوای محصولتو بفروشی. ما اون محصولتو به صورت مدل سه‌بعدی تبدیل میکنیم تا بتونی از همه زاویه ها اون رو به مشتریت نشون بدی. و جالبتر از همه یه مشاور املاکی که واحدهای فروشیت رو با ارسال یه لینک به مشتریات نشون میدی بدون نیاز به این که اون رو به محل ملک ببری و داستانای هماهنگی با صاحب ملک رو داشته باشی.